عقد ودیعه یعنی چی؟ نیلوفر و سارا از دوران دانشگاه با هم دوست بودن. یه روز سارا زنگ زد و گفت نیلوفر، من دارم میرم سفر. یه خواهش دارم. کلید آپارتمانم رو میذارم پیش تو. اگه مأمور گاز اومد در رو باز کن تا کنتور رو بخونه. مراقب خونم باش لطفا. نیلوفر گفت خیالت راحت، تا برگردی نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره. سارا رفت و نیلوفر کلید خونه رو نگه داشت. یه هفته بعد خواهر نیلوفر اومد خونش و گفت میتونم برم خونه دوستت یه سرک بکشم؟ شنیدم خونش قشنگه. نیلوفر گفت نه خیر، این امانته، نه ملک من. اما چند روز بعد برق خونه سارا پرید. نیلوفر رفت تا فیوز رو درست کنه. در رو باز کرد، دید کولر نشتیه، آب داده و سقف خیس شده. سری برق رو قطع کرد، آب رو جمع کرد و عکس گرفت. به سارا پیام داد و گفت نگران نباش، مشکل حل کردم، اما باید سرویس کار بیاد. وقتی سارا برگشت همه چی مرتب بود. گفت نیلوفر واقعا ممنون، خیلی با وجدان بودی. این دقیقاً مصداق عقد ودیعه است. یعنی یه نفر مالی رو به امانت میسپاره پیش دیگری تا ازش نگهداری کنه. نیلوفر در برابر مال امانی فقط مسئول تقصیر و تعدی یا تفریط خودشه، نه هر حادثه‌ای. چون هم به دستور سارا نگهداری کرده، هم در حفظ امانت کوتاهی نکرده، از نظر قانونی هیچ مسئولیتی در قبال اون خسارت نداره.